مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآیه. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته ارتباط به هجرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که این افتخار از آن صدیق اکبر می شود که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سفر قرار دارد، ارتباط به نقش عبدالله ابن ابی بکر، عایشه بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر و عامر ابن فهیره آزاد شده ابی بکر که اینها در هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه نقش داشتن و دارای چی فعالیت ها بودن اشارات مختصر شد. حالا ارتباط به محبت صدیق اکبر با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بر چی مبنایی بوده؟ یقینا که مبنای خدایی داشته است. محبت ابوبکر صدیق با رسول الله صلی الله علیه و سلم مبنای خدایی داشت که مورد پسند الله سبحانه و تعالی قرار گرفت. ابوبکر صدیق زمانی که در غار داخل می شوند، قبل از رسول معظم اسلام پا در غار می گذارن و غار ثور که در جبل ثور هست او را نظیف می کنن، او را ترتیب می دن، تمام سوراخ‌های غار را می بندن به استثنای یک سوراخ که چیزی نیست که در آن سوراخ گذاشته شود. ابوبکر صدیق انگشت پای خود را قرار می دهند. ببینید این محبت را، این جایگاه صدیق اکبر را. چرا چنین می کند ابوبکر صدیق؟ چرا انگشت را در اون سوراخ می گذارد؟ به خاطر اینکه مبادا گزندی از اون سوراخ بیاید و اذیتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم برساند. او اذیت را ابوبکر صدیق به جان خود تحمل می کند، نمی خواهد لحظه رسول الله صلی الله علیه وسلم مورد آزار و اذیت یک گزندی از گزنده ها قرار بگیرند. این محبت ابوبکر صدیق با رسول الله صلی الله علیه و سلم مبنای خدایی دارد. ابوبکر صدیق رضایت الله را کسب می کند.
ابوبکر صدیق رضایت رسول الله را کسب می کند. به این است که الله سبحانه و تعالی در سوره لیل اشاره و آن آیات سوره لیل درباره که اعمال ابوبکر صدیق مبنای خدایی دارد نازل می شود. در مسیر راه بعضی وقت صدیق اکبر از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشگام می شود، بعضی وقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در عقیب رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم می گذارد، راه می رود، گاهی پیش روی رسول الله، گاهی در عقیب رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول معظم اسلام پرسان می کنند که ای ابوبکر چرا چنین می کنی؟ گاهی مقدم میشی، گاهی مؤخر، به تأخیر. رسول معظم اسلام وقتی این سوال را از صدیق اکبر می کند، از ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق میگه یا رسول الله بعضی وقت از شما پیش میشم، فکر میکنم و به فکر فرو میروم که در مسیر راه دشمن در کمین نباشد. اگر دشمن کمین گرفته باشه و اگر تیر را به طرف شما شلیک میکنه، او تیر به جان ابوبکر اصابت کند، نه به جان شما یا رسول الله. و بعضی وقت میگم شاید دشمن در عقب باشه و از پشت سر تیر در کمان داشته باشه، باز هم میایم در پشت سر تا اینکه اگر از پشت تیر میآید به جان ابوبکر اصابت کنه و برای شما آسیبی نرسه. این محبت ابوبکر صدیق، این جایگاه ابوبکر صدیق، این فضیلت ابوبکر صدیق، این اخلاص ابوبکر صدیق، همه اینها مبنای خدایی داره. به اینه که مورد پسند الله سبحانه و تعالی واقع شده. شما ببینید ابو طالب عموی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داشت، با رسول الله صلی الله علیه و سلم زحمات زیادی کشید، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکلات را متحمل شد. سبحان الله. ولی محبت ابو طالب، زحمات ابو طالب، خدمات ابو طالب مورد پسند الله واقع نشد. به خاطر چی؟ چون مبنایش خدایی نبود، در عرصه قوم بود. از برادرزاده خود دفاع می کرد، از قوم خود دفاع می کرد. ولی صدیق اکبر نمی گفت این قوم من است، می گفت این پیامبر خداست، این از جانب الله فرستاده شده و برای هدایت انسانها فرستاده شده. این کسی است که بندگان الله را با الله آشنا می کند. ابوبکر صدیق چون مبنایش مبنای خدایی بود، مورد پسند الله واقع شد. ابو طالب که نبود، چقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتن که ابو طالب کلمه بگوید، ولی کلمه نگفت. قرآن اشاره می کند انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای پیامبر، هدایت به دست تو نیست، الله هست که انسانها را هدایت می کند. پس محبت ابوبکر صدیق مبنای خدایی داشت. به این واسطه ابوبکر صدیق اعمالش، زحماتش، تلاشهایش، ایثار و فداکاریش مورد پسند الله سبحانه و تعالی واقع می شود. زیرکی و هوشیاری سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مسیر هجرت، اینها همه برای ما درس هست. برادر، خواهر مسلمان، اشاره کردیم که چون تلاش ابوبکر مبنای خدایی داشت، امروز که من و تو هم در تمام عرصه هایی که
در عرصه های دعوی، در عرصه های دعوت و ارشاد و درس و تدریس و در عرصه هایی که قدم میگذاریم تا به خدا وصل شویم باید مبنایش مبنای خدایی داشته باشد. همچون ابراهیم خلیل، ابراهیم علیه السلام که می گفتن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همانا نماز من، همانا زندگی من، حیات من، ممات من لله رب العالمین، لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. تا اعمال ما خدایی نشود مورد پسند الله واقع نمی شود. اگر نماز ما به خاطر خدا نباشد، اگر روزه ما به خاطر خدا نباشد، اگر جهاد ما به خاطر خدا نباشد، اگر تلاش ما به خاطر خدا نباشد، اگر درس و تدریس داریم به خاطر خدا نباشد، مورد پسند الله واقع نمی شود. انما الاعمال بالنیات. اگر دعوت و ارشاد ما مبنای خدایی نداشته باشد مورد پسند الله واقع نمی شود. ابوبکر صدیق کسی است که تمام زندگیش خدایی بود، در خدمت پیامبر به خاطر الله سبحانه و تعالی، تمام زحمات و تلاش به خاطر الله سبحانه و تعالی، همه به خاطر الله، همه به خاطر الله. پس این درس ها را وقتی ما میخوانیم، وقتی میگوییم، وقتی جایگاه صدیق اکبر را بیان میکنیم، هدف این نیست که ما تنها از این داستان و از این قصه و از این قصص بشنویم و واقف بشیم. ما باید که ابوبکر صدیق چگونه مورد پسند الله واقع شد، چه کار کرد، چگونه اعمال را انجام داد، ما هم به او را قدم بگذاریم، ما هم صدیق میشیم، ما هم محبوب پروردگار میشیم، ما را الله سبحانه و تعالی دوست میگیرد. زیرکی و هوشیاری ابوبکر صدیق در مسیر راه هجرت، زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هجرت کردند، هنگامی که مکه را ترک کردند، مشرکین جستجو کردند از هر طرف، کجا هست پیامبر، کجا هست ابوبکر صدیق. بعد از این که مشرکین ناامید شدند، یأس و ناامیدی بر مشرکین دست داد، 100 شتر جایزه گذاشتن که هر انسانی که مرده و یا زنده پیامبر را به ما بیاورد 100 شتر جایزه دارد. حالا این جایزه بسیار بزرگی بود. انسانهایی بودند که اصلا به این موضوع ارتباط نداشتن، کاری نداشتن، ولی از عشق 100 شتر حالا جستجوی پیامبر هستن. هر کس سراغ میکنه، پرسان میکنه، دشت و کوه و بیابان و اینها را میگرده، تا این که در مسیر راه کسی حضرت ابوبکر صدیق را دید، پرسان کرد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به همراه ابوبکر صدیق می رفتن. در روایات و در تاریخ می آورد که به 1 شتر سوار بودن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به همراه ابوبکر صدیق، شخص پرسان می کند از ابوبکر صدیق این کیست که همراه توست؟ این کی هست؟ ابوبکر صدیق چی میگوید؟ اگر بگوید محمد، خب شاید دشمن به تعقیب باشد. اگر بگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز هم در دشمن در کمین هست. زیرکی و هوشیاری ابوبکر صدیق را ببینید. زیرکی و هوشیاری ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق چی میگوید؟ این کلامی که ابوبکر صدیق بیان میکند که زیرکی و هوشیاری صدیق اکبر را نشان میدهد. چیست؟
بعد از یک میان برنامه انشالله این حرف صدیق اکبر را بیان میکنیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارتباط به زیرکی و هوشیاری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در مسیر راه هجرت، کسی در مقابل ابوبکر صدیق قرار میگیرد و پرسان میکند که این کیست که همراه توست؟ ابوبکر صدیق چی جمله زیبای اشاره میکنن که هم از چنگ این شخص نجات پیدا میکنن و هم دروغ محسوب نمی شود. ببینید زیرکی و هوشیاری ابوبکر صدیق را. ابوبکر صدیق اشاره میکند که راهنمای من است که راه را به من نشان میدهد. الله اکبر، الله اکبر. ابوبکر صدیق میفرمایند این راهنمای من است که راه را به من نشان میدهد. این شخص فکر کرد که این مسیر راهی که میروند همین را ابوبکر صدیق میگوید. در حقیقت ابوبکر صدیق هدفشان این بود که این راهنمای من است، راه خیر را به من نشان میدهد، راه فلاح و رستگاری، کامیابی دنیا و آخرت را به من نشان میدهد. بهترین راهنما رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه همرکاب با رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر هجرت. قرآن عظیم و شان در سوره توبه الله سبحانه و تعالی در آیه 40 ببینید که چند اشاره به سوی ابوبکر صدیق دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله. اگر او را نصرت ندادید و حامی و پشتیبانش نشدید، یقین بدانید که الله سبحانه و تعالی او را نصرت میدهد. اذ اخرجه الذین کفروا، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را از مکه بیرون کردن کفار، آن لحظه ای که کفار مکر کردن، حیله کردن. و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. الله سبحانه و تعالی خوب میداند که چگونه جواب مکارها، جواب اونهایی که در مقابل خدا و پیامبر مکر میکنن، جواب ایشان را بدهد. من فقط میخواهم چند نکته که در این آیه مبارکه هست، فقط ضمائری که اشاره شده آنها را به سمع عزیزان برسانم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چند مرتبه در این آیه اشاره به طرف صدیق اکبر هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید ثانی اثنین اذ هما، آن دو نفری که در غار قرار دارن و قرار گرفتن، آن دو نفر کیست؟ هما رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق. اذ یقول لصاحبه، هنگامی که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم لصاحبه، برای رفیق خود، برای دوست خود. ضمیر لصاحبه طرف کیست؟ طرف صدیق اکبر هست. ثانی اثنین اذ هما، یک از این دوتا یکی ابوبکر صدیق هست.
اذ یقول لصاحبه که ابو بکر صدیق هست لا تحزن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تحزن، در تحت این انت غمگین مباش. تو کی؟ ای ابو بکر. اذ هما لصاحبه لا تحزن که انت هست، ان الله معنا، الله همراه ماست. الله اکبر. دشمنان ابو بکر صدیق نسبت به ابو بکر صدیق خیلی توطئه ها دارن. زمانی که مشرکین تعقیب کردن تا به دروازه غار آمدن و الله سبحانه و تعالی پیامبر خود را حفظ کرد، که در روایات میاره که صدیق اکبر میگه یا رسول الله اگر ابو جهل پایین کند سر خود را ما را میبیند. ابو بکر صدیق غم رسول الله را داشتن. ابو بکر صدیق نمی ترسید. ابو بکر صدیق به فکر خود نبود. ابو بکر صدیق اگر این عشق و محبت را نمی داشت خانواده را چنین تربیه نمی کرد، شتران را آماده نمی ساخت، اشک شوق نمی ریخت. شوق ابو بکر، ذوق ابو بکر، عشق ابو بکر این لحظات را که با رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رکاب باشد لحظه شماری می کرد. الله میگه لا تحزن. اگر ابو بکر می ترسید گفته می شد لا تخف، نترس، ولی میگه لا تحزن. اگر ابو بکر صدیق الله سبحانه و تعالی تنها حامی و پشتیبان رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود، در اینجا گفته می شد لا تحزن ان الله معی، الله همراه من هست، غم نخور. میگه ان الله معنا، الله همراه ما هست. نا صیغه چیست؟ ای ابو بکر غمگین نباش، الله هست که من و تو را حفظ می کند. فانزل الله سکینته، نازل میکنه الله سبحانه و تعالی سکینه، یعنی او فرشتگان آرامش را علیه. مفسرین میفرمایند که ضمیرهی، بعضی از مفسرین میفرمایند که اشاره به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، بعضی از مفسرین میفرمایند چون پیامبر آرامش داشتن، ابو بکر صدیق بود که غم رسول الله صلی الله علیه و سلم سر تا پای او را فرا گرفته بود که آسیبی به پیامبر نرسد، کوچکترین ضربه‌ای به پیامبر نرسد. مفسرین میفرمایند که این ضمیر هم به سوی ابو بکر صدیق هست. سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها، الله سبحانه و تعالی حمایت میکنه و حمایت کرد با اون فرشتگان آرامش که آمدن. چیز واضح و مسلم است در اخیر آیه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه و جعل کلمة الذین کفروا السفلی. برنامه کافر، هدف کافر چیست؟ کلمة الذین کفروا السفلی، در حالت فرو رفتن هست. هدف کافر، برنامه کافر، فکر کافر، اندیشه کافر در حالت سقوط هست، در حالت سقوط هست. و کلمت الله، برنامه خدا چیست؟ و کلمت الله هی العلیا، بالا هست. چیز واضح و مسلم. الاسلام یعلو ولا یعلى علی، اسلام بلند است، هیچ بلندی روی اسلام نمی آید. اگر تمام دنیا دست به دست هم بدن که ضرری برای شخص برسانن که الله سبحانه و تعالی نخواسته باشه، کوچکترین ضرری نمیتوانن برسانن. پس این است ای مسلمان، متوجه باش که الله سبحانه و تعالی حبیب خود را
دوستان خود را، رسول الله را، ابوبکر صدیق را چگونه حفظ می کند. والله عزیز حکیم. خدای تبارک و تعالی عزیز و حکیم هست. همه برنامه های الله سبحانه و تعالی حکمت دارد. الله بر همه چیز غالب است و حکیم هست و برنامه هایش با تدبیر پیش می رود. پس در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی در این کلام حمید و مجید چندین اشاره طرف ابوبکر صدیق در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی جایگاه و شخصیت ابوبکر صدیق را بیان می کند. از هجرت ابوبکر صدیق که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم همرکاب با رسول الله صلی الله علیه و سلم، این قضیه است که دشمنان ابوبکر صدیق هم بر این قائل هستند که همرکاب با رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه تا مدینه صدیق اکبر بوده است، نه دیگر کسی. ولی امروز اشخاصی که شب میخوابن و صبح که بیدار میشن احکامات اونها تغییر کرده، موضوعات دینی اینها، دین اونها، دشمنان صحابه دین اونها سلیقه‌ای هست. هر قسمی که خودشان بخواهن میسازن و بالآخره خود اونها آراسته میکنن. امروزه باز موضوعی مطرح میکنن که و به دروغ از کتب اهل سنت هم آدرس میدن که ابوبکر صدیق نبوده همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبل از رسول الله در هجرت کرده بوده و در مدینه بود حضور داشته. اگر چنین بوده ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته. الله سبحانه و تعالی میگه در غار دو نفر بودن، سومی وجود نداشته. ثانی اثنین اذ هما فی الغار. و حضرت علی کرم الله وجهه هم در مکه مکرمه در بستر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابیده بودن که انشاءالله به ارتباط به شخصیت علی مرتضی وقتی که موقعش برسد انشاءالله توضیح داده خواهد شد. فضیلت، جایگاه، مقام والای علی مرتضی رضی الله عنه. پس این زیرکی و هوشیاری ابوبکر صدیق، این محبت ابوبکر صدیق با رسول الله صلی الله علیه و سلم و این سفر و این هجرت پر افتخارترین که لحظات ابوبکر صدیق شبها و روزها با رسول الله صلی الله علیه و سلم خلوت میسر می شود. نگاه های خاص ابوبکر صدیق نگاه می کند، قدم های خاص با رسول الله صلی الله علیه و سلم بر می دارد، حرف های خاص با رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هنگامی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره می شوند، مسلمان ها در استقبال قرار می گیرند و استقبال رسول الله می آیند. آنهایی که رسول الله را ندیده بودند، نمی شناختند، تعداد کثیر ندیده بودند، نمی شناختند، ابوبکر صدیق را مصافحه می کردن، فکر می کردن که شاید این محمد رسول الله باشد. ابوبکر صدیق ببینید که هر قدمش خدایی است و بر مبنای للهیت پیش میره. ابوبکر صدیق متوجه می شود که بعضی انسان ها رسول الله را نشناختن، بعضی مسلمان ها نشناختن، فوراً عبای خود را گرفته بر سر رسول الله صلی الله علیه و سلم سایبان می سازد. فوراً انسان ها را متوجه می کند که من خادم رسول الله ام، من سرباز رسول الله ام،
رسول الله این است. اینجا مردم را متوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم می کند. هدف ابوبکر صدیق چی بود؟ انسانها را به طرف خود جلب نمی کرد، به طرف خدا و پیامبر متوجه می ساخت. این است که ابوبکر صدیق مقامش، منزلتش، قربش به نزد الله سبحانه و تعالی به جایی می رسد که افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین ابوبکر صدیق می شود. زمانی که ابوبکر صدیق وارد مدینه منوره می شوند، چند روزی می گذرد، ابوبکر صدیق بیمار می شوند. بیماری ابوبکر صدیق را در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را پیرو واقعی اصحاب پیامبر و اهل بیت پیامبر بگرداند. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل